سلام و وقت همگی بخیر. موشکاف امشب براتون 2 فقره مچگیری داره در حد بوندسلیگا. اولیش مال پاسدار رادان، معاون سرهاپوی ولایته که هنوز تا بلای چهارشنبه سوریش خوب نشده اومده مثلا آبروداری کنه و بگه کار پلیس ولایت مدار تو عید حرف نداشت. تا امروز خوشبختانه آمار جمع‌بندی ما کاهش 9% حوادث راهنمایی رانندگی و تلفات ناشی از حوادث راهنمایی رانندگی را میده. اگرچه باز میشد اقداماتی را انجام بشه که همین هم عدد بالاتری را بگیرد به خودش. بابا سوت بلبلی نزن پاسدار نادان. از صدقه سر شما پاسدارای وحشی ایران بالاترین آمار تصادفاتو داره. بعد تو میای اینجوری قضیه رو بمالونی و بره. اما حواست نیست که نظام آبکشه و یکی دیگه از یه طرف دیگه یه آمار دیگه میده و تو و رئیس تو ولی فقیه تو با هم میمالونه اینو پس چی میگی تو؟ در 24 ساعت گذشته در جاده های کشور متاسفانه 76 مورد واژگونی خودرو ثبت شده است که در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش نشان می‌دهد. بالاخره کاهش 9% پاسدار رادان رو باور کنی یا افزایش 100% این یارو رو؟ حالا این سوتی رو داشته باشید تا بریم سراغ سوتی دوم که مال جلسه دیدار شیخ فری با نوچه هاشه. گوش کنین لطفاً. وی با بیان اینکه برای شکوفایی اقتصادی به وجدان کاری، انضباط کاری و نظم و ایثار و فداکاری و ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی و فاصله گرفتن از فساد و راندخواری نیاز داریم گفت. چی؟ یه بار دیگه بگو. ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی. ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی. ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی؟ آقا بالاخره یکی تو تیویریش پیدا شد یه حرف راست زد. حالا فردا نریدین یارو رو به خاطر سود زدن تو تیویریش از کار برکنار کنیدا. خب موشکاف دیگه این کار است. تمام رفتار و سکنات ولی فقیه و رسانه هاشو زیر نظر داره. اما همزمانی این تناقضا و این سوت بلبلیا با آویزون کردن فک بسیجی‌ها تو خیابون ته خط کار رو به جاهای باریک میکشونه و آمپر بریدگی بسیجی‌ها رو میبره بالا. محله نارمک تهران امروز یک شهید جنگ نرم را بدرقه کرد. خود امر معروف و نهی از منکر الان مهجوره، بنابراین شهیدش هم به همین شکل هم مهجوره و هم مظلومه. امر معروف و نهی از منکر داره تو جامعه ما کم شده، یعنی کم رنگ شده، اونم به خاطر حمایت‌های کمیه. یعنی هر وقت اسم امر معروف و نهی از منکر میاد ما ازش شونه خالی می‌کنیم. بابا ولی فقیه مهجورتون رو دارن یواش یواش از ولایت شونه‌شو خالی میکنن. بعد تو فکر شونه خالی کردن از امر به منکر و نهی از معروفی؟ تموم بابا، کجای کاری تو؟ آرزوهای ولایت برباده. آرزومه که یه روز بگم که تحریمات تمومه، نبینم مزه زهری تو گلومه. آرزومه زهر خوردم آخر بی اراده، آخه مصیبتم خیلی زیاده. چند وقتی خالی شده بادم، یک ولی فقیه بی ارادم. آرزومه